بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفى. الله اکبر. قنوت. اللهم اهل الكبرياء والعظمه واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمه واهل التقوى والمغفره اسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ظفرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. ركوع. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا. الحمد لله على ما هدانا. وله الشكر على ما أولانا. وله الشكر على ما أولانا. ای خدای کبریا و عظمت و ای اهل تقوا و مغفرت، ما با فهمی نوین از مسئولیت پذیری در پیچیده ترین شرایط و آزمایشات در این دوران ماه رمضان، ماه تقوای رهایی بخش را پشت سر گذاشتیم. خدایا ما را در عبور از این آزمایش ها که با سرنوشت خلق ستم دیده گره خورده یاری فرما. الهی آمین. بار خدایا کانونهای شورشی دلاور و واحدهای ارتش آزادی بخش ملی در شرایط خفقان مطلق برای رهایی خلق تو به وظیفه انقلابی خود قیام کردند. پروردگارا آنها را یاری و نصرت فرما. پروردگارا زندانیان سیاسی ما تحت شدیدترین فشارها قرار دارند، اما پرچم مقاومت و مبارزه با این رژیم را بیش از هر زمان دیگر در اهتزاز نگه داشتند. خداوندا بر پایداری و عزم آنان بیفزای و آنها را در برابر پلیدترین توطئه‌ها عزم و اراده هایشان بیفزای.